سلام و وقت بخیر داریم به خدمت شما بینندگان عزیز کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، از برنامه شام غریبان در خدمت شما هستیم. دوستای نازنین، یک برادر به نام حسن زاده از کشور آلمان به 150 مسکین کمک کردن. خداوند اینا را عزت بده، تشکری میکنیم از اینا. خداوند اینا را 1000 سال عمر بده. اینا کار غذای فلان جایی که شما مشاهده میکنیم ما داخل آشپزخانه هستیم و بالاخره این غذا برای این جور میکنیم و قرمه لوبیا برای 150 نفر مسکین ما توزیع میکنیم. دوستای نازنین، هر برادر، هر همشیری که به این مسکینا کمک میکنن به هر طریقی، یا حساب پول نقد یا حساب غذا یا حساب دیگه بالاخره ما به خدمت اینا هستیم. ان شاء الله به سند و ثبوت همون پول به شخص میرسونیم که با حضرت و آخرت به شما یک ثوابی برسه. دوستای نازنین، شماره زیرنویس در خدمت شما هست، ما به خدمت شما نه. بسم الله الرحمن الرحیم. من یکی از همکاران آقای نعیم جان هستم که تشکری میکنم از آقای حسن زاده محترم که ما واقعا زحمت کشیدم. واقعا از همگی هموطنان ما که به خارج از کشور حضور دارن خواهشمندم که به امیت مسکینا کمک کنم. دیگه ما هم در خدمت اونا هستیم. به هر طریق که اونا میخوایم کمک ها برسونم ما میتونیم برای اینا خدمت کنیم، برسونیم به مردم مسکین فقرای. دیگه تشکری از همه شما دوستان عزیز و از آقای حسن زاده. بینندگان عزیز، به هر روالی که شما خواسته باشیم ما ان شاء الله به جلو دوربین به مو شخصا ما این کمک ها شما میرسونیم ان شاء الله که ثوابی به شما برسه، یک ثوابی به ما برسه. خب از شما هم خواهشمندیم که تا اخیر برنامه همراه ما باشیم. امروز فقط از 150 نفر ما غذا یک بار مصرف، انا خدا واسه دیگه همین چیزی که توان همون مسلمان بوده همینا روان کردم و ما به خدمت این مردم توزیع میکنیم. بخیر باشید.
خب بینندگان نازنین، خدا کنه که لذت کافی از برنامه امروز ما برده باشیم. باز هم دوباره تشکری میکنیم از آقای حسن‌زاده از کشور آلمان که به 150 نفر مسکینا کمک غذایی کرده بودم. خداوند اینا رو عزت بده. بینندگان عزیز، هر برادر، هر همشیری، طوری که پیشتر گفتم، اگر کمک میخوایم به این مسکینا بکنیم، بدیدیم که شما تصویرها مشاهده کردیم که واقعا مردم مستضعف هم، مردم به کل ناتوان هم که همین قدر به سر ما ریخته بود که اصلا نتونستیم که به کی نمیتونستیم توضیح کنیم اینا. از اون مردم پریشان گشنه هم. خب شما هم شماره زیرنویس به خدمت شما هست. به هر شکل که شما خواسته باشیم ما به خدمت شما هستیم. ان شاء الله به سند و ثبوت همه توفیق شما ما برای مسکینا روان میکنیم و برای اینا توضیح میکنیم. بخیر باشیم تا روز دیگر. شما رو به الله پاک میسپاریم. خداحافظ و ناصر شما.